فکر کن داری روی یه بوم نقاشی میکشی. یه طرح زیبا، با عشق، با دقت، با حال خوب. وسط کار تحسین میشی. از چیزی که ساختی لذت میبری. ولی یه طوفان، یه موج همه چی رو به هم میریزه. رنگ ها میریزه، طرح به هم میخوره و تو میمونی با یه حس غریب. یه چیزی بین دلتنگی و ناباوری. داد میزنی، گریه میکنی، میگی خدایا چرا من؟ دلت نمیخواست اینجوری تموم شه. این همه عشقی که گذاشتی پای این تابلو حیف بود. بعضیا قیدشو میزنن، بعضیا دیگه هیچ وقت سراغ نقاشی نمیرن. اما یکی هست که وای میسته و نگاه میکنه به همون رنگای ریخته شده. میگه شاید بشه از دل این به هم ریختگی یه چیز جدید ساخت. شاید قشنگ بشه، شایدم نشه. ولی وقتی رنگا تموم بشه حداقل میتونه بگه من تلاشمو کردم، ساختم، پشیمون نیستم. و حالا یه بوم دیگه میذارم جلوی خودم و این بار حواسم هست که بهتر ازش محافظت کنم، چون میدونم خدا کنارم نشسته، بغلم کرده، اشکامو پاک کرده، بهم قدرت داده، حتی حالا که دستام خالیه، حتی اگه خیلی از رنگام تموم شده. اما خدا هنوز باهامه. اون منو از دل این طوفان بیرون کشید.